از اونجایی که مشخصه رنگ ابرو داریم بسیار زیباست. مگه دخترای قاجار، مگه زمان قاجار که خانم ابروشونو بر نمی داشتن، سیبیلاشونو بر نمی داشتن، زشت بودن؟ بله زشت بودن. نو الان که فکر میکنم میبینم دخترای قاجار خیلی هم خوشگل بودن. این چیه؟ 8. چقدر بد آدم ابرو نداشته باشه ها، نه؟ 10. نایک، آفرین. به خدا یه روزی به همچین جاهایی هم میرسیم. فکر کن. اینم که خیلی بده. اصلا فکر کنم گزینه خوب توش نداره. ولی چقدر ابرو توی میمیک صورت آدم تاثیر داره. 1. فکر کنم نورمال ترینش این دوتاست. خیلی بده. 11. آدم ناراحتی هستم. 3. تموم شد و رفت.